سلام، روزتون بخیر. ما از شبکه افغان آزادسازی مزاحمتون شدیم، مهمون خونه‌های شما شدیم که یک برنامه خوب، یک به قول معروف انترویو خوب از یک چند تا مهاجری که از کشورهای مختلف توی هلند وارد میشن، یک برنامه خوب براتون درست کنیم. ببینین چی کار میکنن، برای چی میان و آیا جواب میگیرن یا خیر. اولین مهاجر که از کشور خوب افغانستان وارد این کشور هلند شده، سلام علیکم باشیم بکنیم ببینیم از کجا اومدن. سلام آقا. سلام ماما. خوب هستی آقا؟ شکر. از کجا تشریف آوردی عمو؟ من از هرات اومدم. از هرات اومدی. برای چی اومدی؟ نمیفهم. خب من قاچاق برآورده. خب نه مقصد کجا بوده؟ هلند بوده کجا؟ نمیفهمم. که نمیخواد الان گریه کنی. من هیچ وابستگی به ایندی یا به پلیسی هلند ندارم. فقط یه خبرنگار معمولی هم گزارش میخوام تحویل کنم برای شما مهاجر که براتون به استفاده شما باشه. حالا شما میخواین در این کشور بمونید، جواب بگیرید یا نگیرید، چیکار میخواد بکنید؟ من خود نفر بعدی. شما بشینید. فکر کنم به نوبت شما شده داره. نمیفهمم ماما. خب بفهمید. ببینیم حالا برنامه. سلام علیکم. فکر کنم به شما دیگه بشه. حالا گزارش شبکه ایندی اینجا ایندی هلند. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. سلام. خوب هستین؟ من مترجم شما هستم و ایشون مأمور ایندی هستم. میفرمان که شما خواهش میکنند و شما رو خوش آمد میگم به شما برای حضورتون در این سازمان. تشکر. تازه خواهش میکنم. ماما من کمی خود گپا از اینا مشکل دارم نمیفهمم خیلی گپا از اینا. Hij zegt, ik begrijp het niet wat je zegt. Hij wil wisselen het vertalen. فرستالید خود welke مترجم می‌دهید؟ میفرمان که شما چه مترجمی میخواین و از چه زبونی میخواین که باتون من صحبت ایرتی بکنیم؟ ماما. من نمیفهمم چی مترجم میشه. Hij zegt, ik kom uit Herat en ik begrijp het niet, ik weet het niet welke taal ik moet praten. Oké, ik maak een nieuw مترجم voor jou. Welke taal praat je precies? میفرمان که شما من براتون هماهنگ میکنم و شما چه زبونی رو میخواستین؟ مترجم از چه زبونی میخواستین؟ دری. زبان مدریه. Oké. Hij zegt, Dari. Oké, is zometeen ik maak een nieuw مترجم voor jou. میفرمان که من الان هماهنگ میکنم برای یه تغییر مترجم برای شما. تشکر. حالا قاضی گفت که یعنی اون کسی که برای ایندیه گفت که من چرج میکنم یه مترجم افغانی بیاد اینجا چون که اون حرفاشو نمیفهمه، به خاطر از خود افغانستان اومده و نمیفهمه ایرانی چجوری صحبت میکنه، به همین دلیل یک مترجم هراتی خواسته. حالا بقیه برنامه ببینیم چی میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. هالو. Goedemorgen. من اکبر هستم، ترجمان شما از سازمان ترجمانی آمدم. خوش آمد میگم به شما، خوشحالم که خود شما به این روز ما این ترجمانی کنیم به شما. تشکر. من عبدالباقی ام ولد عبدالساقی. به من بچه ساقبونم میگفتن. Ik ben Abdelbaghi. Iedereen roept mij Abdelsagi. Ja, en mij begrijp de camera taket. Mooie naam. Ja. Oké, welkom bij in Dimbush. خوش آمدیم به این شهر دنبوش میگن، این شهر میگن خوش آمدیم به این شهر. تشکر ماما جان. Welkom. En moet je zeggen wat is het probleem van Afghanistan? Komt hij hier? Hoezo kom je hier? میگن که شما چی مشکلی داشتین که بیامدین به اینجا از افغانستان و کی آمدین و مشکل خود که برای ما بگیم برای چی آمد؟ مشکل عمدی می بود. حالا ما اومدیم پیش همسر اون آقایی که باهاش مصاحبه کردیم، گریکت میخوام اینو خانمش چی میگه. سلام مادر. یکم بلندتر میشه صحبت کنین؟ یه خورده. نه برای چی شما اومدی اینجا؟ نمیتونم گم. برای چی نمیتونی صحبت کنی مادر؟ شما من میزدم.
آخه من از طرف ایندی از پلیس نیستم، فقط میخوام شما رو کمک کنم مادر. شوهرتون کجاست الان؟ شوهرتون پیش قاضی فکر میکنه. میشونی شما نه خدا گپ نزنید. کجا میری مادر؟ مادر کجا؟ رو کتا شدیم دیگه زن خدا رو گفت چی گپه؟ چی گپه؟ بگی سینا خور بگیره فایشی دلسر. برو ویلا چیکار شد؟ چی گپه؟ چیه خور؟ من کاری نیستم، من راست میگی این خبرنگاره. بشی لالا بشی لالا. چی گپه؟ چیکار خور بشی. خیر این خبرنگار لالا. این کاری لالا. بشی سینا خور بگی فایشه. بشین خب خونسرد باشه باشه. بیا بشین. آقا برو برو بشین همینجی. بشین خب بشین. از چه بوس خب حرف چه کار شده مگه؟ چرا عصبانی میگه؟ من شما رو آمده سینا بینجی میرو زمین لکتت بگی فایشه. یا هموت زخم رو یا برست op de grond voor zijn vrouw. Ja. Ja, dat geeft niet. Wij moeten verder, maar wij hebben 2 personen. Dat is niet چی میگه normaal. ماما یا پیش خود مگه هیچی نمیگه که شهر خود میگه ماما دو تا اینجا ما اجازه نیه او چی نوشته میکنه اتاق اینترویو اجازه نیه بطر رو نگاه میکنه که شهر بیتر اتاق میکنه اینترویو 2 نفر اجازه نیه مگر آروم این واسه مو اتاق بلده یا نباره داره حالا بیتر شدیم بعد از اینکه استرس نه چی بیتری لالا چی زن ما بردن بو خونه خدا میدونه هزار کار بکنم برای خیر باشه دیگه ولش کنه حالا ادامه صحبت خوبه میتونه یا اوکی فردر van gesprekken ja We gaan verder, we komen in Nederland. ما ادامه بدیم که چی رقم آمده به هلند زنکی رو پدر و در کردن dat is niet goed voor Europa چی رقم خوب نیه که وزیر گپ شما چیه نه نمونه بکشه اگه اینا فایش دل سر خیر باشه لالا جوش ندن Hamisha zeggen سوالی که از شما پرسان میگه همون جواب بگو بپرسه دیگه دیگه چی رقم آمدیم به هلند چی بگم دیگه کتا شدیم را از می آمدیم دیگه پا ازی بلخشی بین کمی بتونه او بخورن همشیرت سینا خوب پشتل ساگه فایشه امروز سینا خوب بیل میکنی سوال لنگا خوب پس میندازی با این اروپا میگن اینا رو بگذارن کنار این مسائل مهم نیه بگن که چی رقم آمده خب اکود حیف شدن بالا کنه دیگه این برادر اینجی مهم نیه اکود حیف شدن این مهمه که ما داریم اینجی صحبت میکنیم در مورد این اکود حیف شدن بله دیگه کتا شدیم پا ازی بلخشی پا ازی بلخشید می آمدیم دیگه ماست بمونه به خیر خوشید به قربون سرم شد بی آمدیم دیگه تیر شدیم با رود رسیدیم با پا ازی به تر رود بند بله یک لحظه صبر کن که من ترجمه کنم ایته که we waren in een berg en wij zij gevallen beneden naar de berg we gaan in een rivier en zij ook gevallen in een rivier zij bijna dood maken daarna hij wilde dood maken zij ja بعد ادامه بدین که بعد چیکار شد همشیره کمک شما خورد به پا بگیرید jullie mag pauze voor 10 minuten voor eten. حالا شما میتونه بفهمید که گپ شما از این راه میتونه حالا بره نون بخوره وقت نونه با چند دقیقه که خودی هم میایه خیر باشه بشه که نون بخوره اروپا دینگام پس میره Jullie komt terug in de kamer. Was het leuk eten? دیگه شما برگشتید دوباره اینجا خوش آمده غذا شما خوب بود نه لالا همه قلوتولوش خود ما خیلی بیتر بود چی ما چی بدادم یک پوره پنیر ما چون چی قناق میدم میخوریم همینجی یا is goed هیچ مزدم Ja, نیست Oké, wat is jullie probleem van Afghanistan? مشکل اصلی خوبه که چی مشکلی داشتی چی به قول گفتیم چی کار داشتیم چی کار نداشتیم آمده اینجا مشکل اصلی شما برای چی آمده اینا دیگه یعنی مشکل ما هر چی میگیم بپوش آخر هم هیچی به هیچی خب ولش کنه خودی میتازی گفت برو اله کنه برو ما چون کجا بودیم لالا کله گذاشتم ما گفته که مرغا رو چه کار کردیم
دیگه بچگاه به ما گفت برو که مرغا رو بجنک مرغا رو بجنیم به برناباد هم خر گیده بودم او هم بفتد بگردن دیگه بفتد بگردن ما چیه بریختن بخونیم بریختن بخونیم Ik dief één kip en dan één ezel. Andere kant de genokken, hij ook voor mij. Ja. اوکی وزو چی رقم خره گیدی شو؟ من نگیدم نفر دیگه بگیده بود انداختم بگردن ما من زن دارم یعنی هست دیگه من چرا من خر بگویم یعنی خرم دیگه بدتر دیگه یعنی Nee, ik heb niet ezel genokken. Andere jongen genokken. Ja. Ken je die jongen? Wat is vroeger probleem van die jongen? Wist dat نفری که گیده؟ نه چی میشه من اونجی بودم بگیده برفته برات کار خدا نیست پس شما این مشکل هستی شما؟ نه ik ken niet. Wie achter jou omdat kom je hier? بگه خب کی مشکل داشتی؟ چی مشکل داشتی که شما خب بالاخره بیامده؟ این خب کی آمد برات شما؟ کی آمد برات شما که مثلا هم خر اوته شد؟ منظور تو چیه لالا؟ تی چی میگه لالا برای تو؟ این کشه من میگم من خر نگیدم میگه تو خر گیدی من این زن نازنینی دارم که برم خر بگویم مت آره کی برات شما شد الان او خر گیدین یا نگیدین؟ مشکل شما چی بود خب؟ پلیس خب این همین دیگه پلیس خدا میدونه شاید هم نفرادگی من نمیفهمم من میفهمیدم که میگفتم Misschien من politie of misschien andere mensen, andere groepen, als je weet het, ik vertel voor jullie, maar ik weet niet. Oké. Maar weet je precies als je blijft in Afghanistan je moet doodmaken? Je میفهمی که اگر بری به افغانستان پس دوباره کشته میشی یا یک به قول یه برات داره مطمئنی خرگهی میفهمی لالا چی جرمی داره Ja, weet je wat betekent ezellukken? Jij weet niet. Nee, Wat moet je eraf geven? maar ik weet niet van Afghanistan, maar hier is, ik denk is normaal is. مگه ما از افغانستان نیم ولی اینجا طبیعیه این چیزا برای ما مشکلی نیه بگو خود تو همونجا بری تو رو به جا خری همون تا دنبورو میندازم میگویم نمیتونم این ترجمه کنم این برو لالا بگو خونه زن مار بردم 1000 کار رو به سر بکردم Hij gaat daar, misschien jij gaat daar een deel kunnen met jij. Ik heb geen geraakt in, maar ik schrijf allemaal. Maar ik stuur brieven en nog 2 weken moet je wachten op die brief. Ik stuur je بله من خودشون شوخی نداره این سوالی بود از نظر ما مشکل شما نداره و برای شما بعدا نامه رای میکنم بعد بره و بعدا دوباره برای شما اینترویو بگذارن این مشکل خاصی نیه من هیچ وقت به افغانستان نمیرم خودشون شوخی ندارم نه فهمیدم یک بار دیگه بگیم لالا که چی میگه؟ Ik bedoel gesprekken met mijn collega over de procedure van خدا کنی چی یک اتاق خیلی کجا خوشه؟ میدم یک اتاق خیلی برار بگن که دوستان عزیز با توجه به کمبود وقتی که ما داریم نمیتونیم تمام مصاحبه برای شما اجرا کنیم در برنامه بعد در هفته آینده در همین موقع در همین ساعت منتظر گزارش جواب ایشون باشید خیلی متشکرم برنامه افغان آزاد با ما باشید